سلام، من زینب علی اکبر هستم. تو این ویدیو میخوام وب اپلیکیشنی که برای پروژه نهایی دوره CS50 درست کردم رو بهتون معرفی کنم و در موردش توضیح بدم بهتون. من رشته تحصیلیم توی دانشگاه طراحی صنعتیه و کارشناسی طراحی صنعتی هستم و تصمیم گرفتم پروژه‌ای که میخوام انجام بدم خیلی مرتبط با رشته تحصیلیم باشه. توی این وب اپلیکیشن یه سایتیه که کاربرا توش ثبت نام میکنن و اطلاعات خودشون رو وارد میکنن و با استفاده ازش میتونن پروژه های خودشون رو که میخوان طراحی کنن دسته‌بندی کنن و اسم و توضیحات مربوط به هر کدوم رو توی اون پروژه ثبت کنن و همینطور میتونن تصاویر مربوط بهش رو هم ثبت کنن و وظایفی که مربوط به هر پروژه هست رو توی اون پروژه ثبت کنن. در ضمن بک اند این پروژه با استفاده از زبون پایتون و فریمورک فلاسک نوشته شده و همینطور برای ساخت دیتابیس از زبون SQL استفاده شده است.